شما باور به الله بکنید کم تخریبات در دین نشده، دین کی تباه کرده. الله اکبر. ابن کثیر رحمه الله 4 طریقه را ذکر کرده در اینجا، حسی الله و حسی چی را؟ غیر الله را. خب اول صورتش ابن کثیر رحمه الله میگه نظر غیر الله را میکنه، نظر غیر الله را میکنه، باز به عام مسکینا چی میکنه؟ تقسیم میکنه. نظر غیر الله میکنه، به عام مسکینا باز تقسیم میکنه. یکی ایسته که در زراعت و در خوراک و در مال خود یا نظر غیر الله میکنه، این باز حقی کلگیسته میده. دوم صورت میگه وقتی که حصه های غیر الله قطع حصه الله یک جای میشد، او را با زود جدا میکرد، اما حصه الله که اونجا میرفت جدا نمیکردن. سوم صورتش میگه بالای نظر غیر الله نظر به نام غیر الله کرده، باز نام الله را بالایش میگه. اصل نظر کرده به نام غیر الله، باز مردم هم میگه که این را به خاطر الله کردیم، ثواب داره خیلی زیاد. در روزای 10 محرم مردم به نام ثواب او را خیلی زیاد میخوره. چهارم صورتش میگه وقتی که مصارف زکات کم میشه که دادن نمیتونه، باز کدام چیز حصه را که جدا کرده حق مسکینا از او میگیره، بانک میگه این را پوره کنیم خیر است. یا است که وقتی که حق نیازی پیرا را میده که کمبود میکرد، باز از حصه الله میگرفت که خیر است، این پوره شو، این پروا نداره، الله غنی است. این گپا را میگه در زراعتای خود میکردن، آل اولادا را بگیره. و كذلك زینا، اینمی قسم که یعمل الله چی شیطان برشان مزین کرده، زین لکثیر من المشرکین، مزین کرده به بسیاری از مشرکا، قتل اولادهم، قتل کردن اولادشان که اولاد خود قتل میکنه. کی برشان مزین میکنه؟ شرکاهم، شریکای از یا. نتیجه چی میشه؟ لیردوهم، که یا را هلاک کنه، و لیلبسو، مختلط بسازه، مشتبه بسازه، علیهم، بالایشان، دینهم، دینشانه. ولو شاء الله ما فعله، اگر الله میخواستی کار را کردن نمیتونست، لیکن الله حکمتش تقاضا از این دارد تو باش که انسان تابع کدام فکر و اوهام پرستی میره. آدم عاقل چطور در زیر اوهام پرستی از او داخل میشی؟ فذرهم، بگذاری آره پیغمبر علیه السلام، و ما یفترون، چیزی را که یا جور کردن. نه، شرکایشان قتل کردن اولادشان برشان مزین ساخت. قتل اولاد یکی قتل سیست راستی کشتن است. در بعضی هندوها و در زمان سابق مردمایی بودن که برای خوش کردن بوتای خود اولادای خود ذبح هم میکردن. آلی هم رواج است بین هندوها. دریای گنگا دریای خیلی قابل احترام و عزت است در هندوستان. در یک حصهش هرگاه که 2 دختر یا 3 دختر پیدا شوه، دختر 3 کی است؟ قربانی دریا گنگاست. وقتی که در جوانی برسه پیش هم او را چی نمیکنه. وقتی که دختر جوان شوه، خواب انواع ابتلا و ایگپا از هر طرف بر جمع میشه. یک قدر ایره در زیورات میپوشانه که پرسان نکو. باز ایره جمع کده مردم جشن میگیره، مخلوق جمع میشه، نانخوری میشه. پس از او بازی دختر در کجا میندازه؟ در دریای گنگا، برای خوش کردن گنگا. و این دختر هم افتخار میکنه که من قربانی گنگا میشم. و پدر و مادر خو این قدر و قیمت در ولوس پیدا میکنه که ولوس یگانه احترام خاصی برای از او قائل است که پرسان نکو که این فلانی آماده شد مثل ابراهیم علیه السلام واره که اسماعیل علیه السلام قربانی میکنه. فعلا در هندوستان هم میگه موجود است. خو یکی قتل کردن حکمی است. قتل حکمی چیست؟ نرود در درس و تعلیم دین یاد بگیره، ایره فقط خدمتگاری پیر صاحب مقرر میکنه، اونجا بره اسبی پیر صاحب کالا کنه، گویش کالا کنه، تمام عمر در جهالت قطعی نعوذ بالله سرگینا زندگی کده رایسته. خوش است که من خدمت کی را میکنم؟ خدمت پیر صاحب میکنم. ایره بگذار. زنارا کمریش پیر صاحب جنابی پیر صاحب بسته میکنه، برش میگه دیگه نکاح نمیتونی. دختری جوانه بازوی را در خانقاه اعلام میکنه که خدمت کی را بکنه؟ خانقاه را بکنه. ای جناب پیر صاحب زانی نعوذ بالله دور از او علما و مردمای دین پرست حقانی دیگه تمام عمر قطعی خبیث زنا کرده رایسته. او این بی غیرت و بی منطق رفته دختری خدا اله کرده در اوجا، همشیری خدا اله کرده در اوجا. کدام محرم است؟ پیغمبر علیه السلام میگه که یک زن 1 ساعت خلوت کرده در یک اتاق نمیتونه، حرام است برش. حرام است که یک زن در 1 ساعت قطعی آدم بیگانه خلوت بکنه، سخنی نرم بزنه. من است چطور شده میتونه که دختر اوجا اله میکنه سالا
امی قوم غیرت داره، میفهمه. لیکن ببینه که الله چقدر یار احمق ساخته که امی قدر گپ نمیفهمه. الله میگه به نکاح بده، این میگه نه کمریش بسته کردن نکاح علی حرام شد. اینا نظر کردن، اینا نظر فعلا هم در کابلتان موجود است. برید بعضی خانقاه پرسان کنه اگر نداشت خدمتگاری زن و همینطور نبود کمرش بسته نبود در چی که بگه. باز به مولوی صاحب بگو، مولوی صاحب متوکل بگو دروغ گفته. بری امیالی دمی شاری نمیتونم یک است مردم زنا برش میره، هیچ گپ نیست. پیر صاحب محرم است دیگه، دم میکنه دست کش میکنه. دمی ترجمه قرآن کریم یک سر آمد گفت مولوی صاحب من خودم شاهد هستم، ما را برده در پیش پیر در رانای ما آلی دست تو چاپی میکنه، برای ما وظیفه میده. اینا می قسم حالت تیر شده او تیر میشه، فعلا تیر میشه. قتل اولاده امی شرکایشان نعوذ بالله که به زعمی از یا امرای الله شریک هستند. الله میگه برای از یا چیسته داده برخه ایسا داده برخه ورکلی ده برخی چکتنده ده برخی چکتنده نازدانه است. برای از یا قتل اولادشان برشان چی کرده؟ مزین کرده. چی میکنه؟ لیردوم که الله کنه یاره برباد کنه، ولی یلبسو علیهم دینهم که مختلط بسازه مشتبه بسازه بالایشان دینشانه. یارای دین خود گم کرده. چی رقم دین خود؟ دینشان چیسته؟ در قرآن و حدیث نمیگذاره که همیشه این همی قسم یا پاچایی سرش بکنه، مردم دستای خودشانه بوسه کنه، سجده برش بکنه، توفه های مفت و مجفته برش ببره، خلاص در قرآن نمیمانه شه. یک برادر آمد گفت مولوی صاحب ما گپی کی را قبول کنیم؟ از کی حق است از کی ناحق؟ ما گفتم قرآن حق است یا ناحق؟ گفت قرآن حق است. ما گفتم برو پیر صاحب تا بگو کی، ما در ترجمه میرم. اگر مانتا صحیح پس برو ختم پیر صاحب باشه، اگر نیکی گفت که در قرآن نرو بفهمی که باطل است. پس آمد گفت راست گفته بودی مولوی صاحب. گفت که گفتم ما در ترجمه قرآن میرم. گفت نرو در ترجمه قرآن. گفتم پیر صاحب چرا ترجمه قرآن نرو؟ گفت نه تو ترجمه رو نمیفهمی، او مردم بیدین است و آبیاست تو را چپا میکنه. گفت من در دل خود گفتم که خب پیر صاحب وقتی که کتاب الله وابی میشه او گمراهی میشه، تو خود گمراه هستی. بعد از او الحمدلله او آدم که آمد در ترجمه نشست آلی دیگه چق میکرد. چق میکرد. چرا چق میکنی؟ گفت پشت دیگه اب نگرد مولوی صاحب. کم گفت مالی خود لعنت میگم که من چرا اینطور بودم، چرا اینطور کار میکردم. انواع گفت پشت دیگه اب نگرد. نماز از پیش ما قضا میشد در خدمت پیر صاحب بود. تلاوت قرآن نبود. دمی قدر عمر یک حدیث برای ما بیان نکرد، یک کلمه ذکر برای ما بیان نکرد. از کاری چی؟ از کاری خود ساختی خود سر ما حالا بزنه. عرق گفت خدا میکردیم که حالا ما ذکر کردیم. عرق چه رقم عرق بود؟ گفت بالله قسم اگر هیچ چیز میدیدیم از دروغ. باز یکی دیگه خدا میگفتیم که من خیلی سرم جذب آمده بود، دیگر هم میگفتیم جذب نبود. جذب کجا بود؟ در بدر کرد مردم بنا به دین. ولو شاء الله اگر الله میخواست ما فعلوی کارا را کسی نمیکرد خلاف دین و نظام دین، هیچ کار کسی در جای کردن نمیتونه. اما الله متعال حکمتش تقاضا داره تو باش که مردم اخو الله عقل داده، پیغمبر روان کرده، کتاب روان کرده، ای قوتهای درونی و بیرونی الله در وجود داده. هوشیار آدم هستی که کدام را تعقیب بکنی، کدام طرف؟ سجده به انسان میکنی، اما انسان که تو وار انسان است، هیچ کدام فرقی نداره. نان او هم میخوره تو هم میخوره، قضای حاجت تو هم میره تو هم میری. چی کمال داره او؟ والله کمال داره. چی کمال داره؟ عبادت الله را زیاد میکنه. خود تو بدبختم عبادت الله را زیاد. همین کمال تو بگی چرا دو میری دو این کمال به او قائل هستی؟ همون کمال تو کمایی کبری خود انسان هستی، همون اعضا توم داری و هم داره. فذرهم بگذار یاره پیغمبر علیه السلام و ما یفترون، اون چیزی که دروغ طریقه ها جور میکنه از خود، راه های مختلف جور میکنه، مردم به عبادت و سجدی خود دعوت میده. و قالو میگوین هذی انعامونی چارپایای هستن و حرسونی کشتی است، حجرون که ممنوع از خوردنش. بس ای به نام چیست؟ به نام پیر باباست. ای دیگه کس غرض گرفته نمیتونه. من براتون گفتم کریم بابا 40 بز داشت، فقط شیریش اما یک ملنگ خورده میتونست، دیگه کس نمیتونست. این تقسیمات کی کرده؟ در بین زنام همی قسم گپا هست، خبر داره؟ علی دختر سنوی معامله شده،
تخمه برش نمیده. چرا؟ نه عامله است تخم نخوره. چرا نخوره؟ طفلش یک رقم نشه. طفل یک رقم شو. زن حامله خوراکای زیاد بکنه که قوت پیدا کنه، انرژی. هم طفلش قوی باشه، هم خود قوی باشه، که در وقت ولادت هیچ نفهمه. بیچاره گوشت سرزی، گوشت مرغ سرش منع کرده. هستم یالی فعلا نمی. گوشت مرغ نمیدن. این گپا شما خب یاد نداره. من خب پرسانا زیاد میکنم. این گپا من یاد دارم که چی گپاست. توتکه هایی دارن که پرسان نکو، توتکه دارن که پرسان نکو. خلاص. اویره کی میکنه این توتکه را کی کشیده؟ تاویزگرا. تاویزگرا به خاطر چی میگه؟ این توتکه ها را کشیده که تاویز میده، باز برش میگه سعی کنی که گوشتی مرغ نخوری. چی را؟ بگوی تخم نخوری. خب ما چون دیگه پریزار میمانه در 19 تا. باز وقتی که میده او خبیث میفهمه که چیز نیستی. من خب چی دروغگوی میشم. دیگر روز که مریض برش میگه که ملا صاحب یا آقا صاحب هیچ کار نکرد. نه کدام پریز میده کده. آسان گه. کلی گپای خدا به یک پریز میده کردن سرش چی میکنه؟ میبره انشالله. میگه چی میکردیم؟ میگفتیم که برو چی بیار کاردی جوردار. گفت وقتی که میرفتی مریض، باز میرفت دکاندارا مثلا که کاردی جوردار داشت، بیا برای ما بده. و دکاندارا خب خیلی هوشیار میباشه. باز میگه که کاردی جوردار دارم تنها 1 تا مانده. خب لیکن این قدر قیمت برش میگه که بیچاره نمیخره. چرا که بسیار قیمت برش میگه. باز پس میام پیش تاویزگر میگه که کاردی جوردار والا پیدا کردم، خب خیلی قیمت بود. چقدر برات گفت؟ والا 10,000 گفت. نه خیر است، تو خب میخریدی. ما قدر پول ندارم آقا صاحب. خیر است، خیر تو که فقیر هستی قطمه هسته. گفتم کاردی که ما در 100 روپه گرفتیم به نام جوردار دمی مریض در چند میدادیم؟ 5,000. یک قدر خوش میبود که الله تو را اجر بده که 10,000 بچ کردی مرا. عجیب گپاست. مورگه که در خلطگه مینداختیم یک رقم چیزه، بس ایره در چه قدر قیمت برش میدیم. خلطه کن یک چند دانه. ما چون که خاکی زرده در بین خلطه انداخته باشه این موره، که اگر این قطش نباشه این موره دیگه رقم میشه، رنگ خود بدل میکنه. عجیب کارا را یاد داره. خب عجیب کارا را. ترکی صبورای قویست که پرسان نکن، افشا میشه انشاءالله. این مردمای ما بیچاره نمیدانه علت چی علت. قرآن کس نخوانده، فقط رو طرف این دعا و طرف چی میاره. اینجا چی؟ اینمی قسم اوهام پرستیسته. این سری تو حرام، این تو خورده نمیتونی. چی میگفتن؟ و قالو میگفتن هازی انعامونی چارپایاست و هر سون کشت است حجر ممنوع است، هیچ کسی از این خورده نمیتونه. به نامی باباهاست. بحیره و صاحبه را پیشتر کردیم نی؟ لا یطعموها خورده نمیتونه ایره الا من نشا، مگر کسی که ما بخواهیم. پسان اگر اجازه کنیم کی بخوره. این برای کیست؟ این نظری سخی صاحب است، هیچ کس برش غرض نداره. پسان باز چی میشه؟ مجاور پیدا میشه. این مجاوری سخی صاحب خیر است، مجاوری سخی بخوره. چرا که سخی صاحب است؟ خب باز چی میکردن؟ کسایی که در زیارت می آمدن مسافرها، برای مسافرای سخیم باز میگفتن یام بخوره، به خاطر که میمانه کیست؟ سخی صاحب. دیگرها خورده نمیتونه، حرام است. امی حل و حرمت کی آورده؟ کی حرام سری فلانی حرام، سری فلانی حلال. الا من نشا، مگر کسی که میگه ما بخوایم، به زعمهم، به گمان خودشان. و انعامونی طور چارپایای است حرمت که حرام کرده شده منع کرده شده ظهورها پشتایشان، که هیچ کس سرش بارم کده نمیتونه، سوارم شده نمیتونه. نه این دیگه پیش اموتور بدن نه کدام شطوری که چند مرتبه چی میشد. خب خیر یک صفت خاصه برش تعیین کرده بود. باز بعد از اعلام میکرد میگه خلاص شد، این پشتی خود چی کرد؟ حمایت کرد. حاما میره میگفت نه، بس خدا نگاه کرد کس سرش سوار شده نمیتونه. اینجا هم میتور است. ای از آقا صاحب است، یسبی آقا صاحب است، غیر از آقا صاحب کس سرش چی نمیشه؟ سوار شده نمیتونه، آقا صاحب است. و نامن چارپای است لا یذکرون اسم الله علیه، که یاد نمیکنه نام الله را بالای از و
در وقت ذبحش چرا؟ افتراء علیه، به خاطر دروغ جور کردن بالای الله. نه از خود میگفتن که حیوان اگه ذبح هم شوه ضرورت به نام الله نیست، اما طور ذبح شوه. خب سیجزیهم بما کانوا یفترون، زود است که پاداششان بده از اعمالشان، یعنی جزای اعمالشان بده. بما کانوا یفترون، به سبب مسلسل که یا دروغ جور میکردن، رقم دروغا را جور کرده. آلی هم طور است. هیچ پنجه چیناری فلان زیارت است، چوبی از را کسی میده کدن نمیتونه، سوختانده نمیتونه، الا ای که فلانی این فلانی مجاری سوختانده میتونه، دیگه کس نمیتونه. این گپا در هر جای زیاد است. خب رقم یاره که شما کم جستجو کنه دمی خاندان آقا و پیر صاحبا، این گپا خیلی زیاد میباشه که برای از خصوصی بند شده. بعضی مردم میتونه، بعضی مردمش نمیتونه. ای خورده میتونه، ای خورده نمیتونه. و قالو میگویند ما فی بطون هذه الانعام، او شیر یا چوچه که در شکمی چارپایاست، خالص است لذکورینا، یعنی حلال بودن از این تنها برای مذکر مردای ماست. و محرم منع کرده شده است، حرام کرده شده علی ازواجنا، بالای سیاسرا. ایرا سیاسرا خورده نمیتونه، مردا خورده میتونه. یک نوی خاصه همینطور میگفتن که اینی حیوانات شیر و چوچهشه مردا خورده میتونه، زنا نمیتونه. و یکن میتتن، اگر همون چوچه مرده میبرامد، فهم فی شرکا، باز خوردنش به زن و مرد جایز بود. عجیب گپاست. الله میگه اینمی قید و بنداره که در خوراکا پیدا کردن که ای سریازی ناروا، ای سریازی روا، ای طور نه، اینمی گپاره که مردم پیدا کرده. تحلیل و تحریم چیسته؟ غیر الله. حلال و حرام کی میکنه؟ الله میکنه. یا از کجا پیدا شده؟ ایره غرض نگیری، زمین مربوطی فلانی زیارت است، خو فلانی زیارت است، گشنیچیش نخو، پیازیش نخو. چرا؟ مربوطی فلانی زیارت است. تناکی بخوره، اما کسایی که ملنگش است، ملنگ بخوره دیگه کس نخوره. عجیب گپ است. الله رحم بکنه. فهم سیجزیهم، وصفهم زود است که جزا بده. وصفهم از سخنان غلط از یا از بیانای غلط، تقریرای غلط از یا. کدام بیانات و تقریرای غلطی کیا میکنه؟ انه حکیم، الله حکیم ذات است، هیچ کارش به حکمت نیست. علیم میداند تمام اسرار و حالات. یقینا تاوانی شدن او کسایی که قتل کردن اولاد خود صفحا، به حماقت و بیعقلی، بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل، یعنی کدام سند مقبول و معقول نداشتن. و حرموا ما رزقهم الله، و سر خود حرام گردانیدن، منع کردن خدا، ام از نگاه عقیده، ام از نگاه عمل، ما آن چیزی را رزقهم الله که الله برشان روزی داده بود. چرا؟ افتراء علی الله، به خاطر دروغ جور کردن بالای الله دروغ جور کردن کی سر ما ناروا. قد دلوا، یقینا یا در مقابل ازی که سند و دلیل ندارن گمراه شدن. و ما کانوا مهتدین، نیستن یا که راهیاب شوند. چرا که افترا و دروغ جور کردن راهیاب به دیگه قسم گوش نگرفت که میدانستن. در اینجا الله میگه قتل اولاده، تاوانی شدن کسایی که اولاد خود قتل کرد. چرا؟ اولاد نعمت عظیم است برای انسان، قتل از او خامخا خساره بزرگ است. چرا؟ بازوی خود از دست میدی. اولاد خود ذریعه خنوکی چشم انسان است. انسان خیلی سرش دل خوش میکنه و تو میگیری قتل میکنی. خو این شرکا یا روادار ساختن که حتی اولاد خودم نعوذ بالله قتل بکنه. و هو الذی، الله ذات است، انشأ جنات، اشاره به این میکنه که تمام چیزای خوردنی نوشیدنی را الله پیدا کرده، کشته، میوه را، دانه را. پس تحلیل و تحریم الله دو کارگر است، تاثیر داره. تحلیل و تحریم کسی دیگری نه. اگر پیر صاحب تو را منع میکنه که ایره نخو، این گپا غلط است، بالکل بخوشه. چرا که الله حلال پیدا کرده، کسی را حرام کرده نمیتونه. اگر نه که ټوټکه بازی شروع میشه که ایره چند این نفر بخوره این نخوره، نه، این کارا را نکن. و هو الذی، الله ذات است، انشأ جنات، که پیدا کرده باغا را، معروشات، که معروشات که سری پایه بلند کرده میشه. عرش است یعنی سقف دار است. معروشات که بلند کرده میشه به پایه. و غیر معروشات که سری پایه بلند کرده نمیشه. باغای خربوز است، تربوز است، انواع چیست میوه ها که همونطور در روی زمین افتاده می باشه. و النخل، پیدا کرده باغای خرما را. و زرع، کشتزار، مختلفا اکله، که مختلف است میوه هایش، خوردنی هایش، رقم. و الزیتون، پیدا کرده زیتون و الرمان،
النار متشابها و غیر متشابه، یکی در صورت و رنگ یا چیست متشابه است و غیر متشابه در لذتشان مشابه نیستند، یا متشابه است در برگا و در چیست مقدار درخت و غیر متشابه نیست متشابه در چی میوهشان. چرا میوه کدام جدا جدا است، هم در شکل هم در لذت هم در رنگ. کلو بخوری یعنی این حلال، این حلال بدانید. کلو مطلقی خوردن نمیگه، حلال بدانید و بخوریش من ثمری از میوه هر کدامش الله پیدا کرده. اذا اسمر در آن وقتی که ثمره بگیره و تو بده حقه، حق واجبه به شریعت، کدام که شریعت کدام حق واجب کرده. یوم حسادی در روز درویزی یعنی وقتی که از آفت مسئول شوه، دو وقت بعد حق الله را باید داده شوه که عشر ما و شما برش میگیم. ولا تصرفو، اینجا تصرفو به معنای شرک است. شرک یعنی شما این چیزها را به نام غیر الله نظر نکنه که نعوذ بالله شرک کنه، باز از او سری خودتان او را حرام میگردانه که بر ما حرام است. ولا تصرفو، شرک نکنه یا از حد شرعی تجاوز نکنه، یعنی آن چیزی که شریعت براتان اجازه کرده به مو اندازه خوردن و نوشیدن بکنید. انه لا يحب المسرفین، الله دوست نداره مشرکین، کسایی که شرک میکنه در کشزار و در درختها و در میوه هم حصه برای غیر الله مقرر میکنه، یا مسرفین است. یا دوست نداره کسانی را که از حد تجاوز میکنه.